امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه مهترم رستمی امامعلی در کشوداشوی رسمی بینای IT-PARK شهر دوشنبه که در دایره نمایشگاه ICT Week 2025 برگزار می‌گردد اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست محترم رستمی امامعلی از نمایشگاه گوشه‌های تکنولوژی محصولات برنامه‌ای و تکنولوژی‌های اطلاعاتی دیدن نموده با امکانیت‌های رقمی شرکت‌های وطنی آشنا گردیدند. چورابینی مذکور در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه‌اندازی گردیده قدم استوار بهر رسیدن به هدف‌های خویش در دایره اعلان گردیدن سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا محسوب می‌یابد. IT-PARK دوشنبه سال 2024 در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده. آن با مقصد دستگیری ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و اینوواسیونی، اینچنین جلب استارتاپ‌ها و شرکت‌های ساحه به رشد اقتصادی رقمی راه‌اندازی گردیده است. در مدت کوتاه بینای IT-PARK با تمام شرایط ضروری مجهز گردانیده شده برای متخصصان ساحه IT محیط مساعد و امکانیت‌های فراوان فراهم می‌آورد. به حالت امروزه 11 شرکت وطنی مقام اعضای دائمی IT-PARK را صاحب گردیده در حدود آن فعالیت دارند. با مقصد رشد من بعد تا آخر سال باز جلب 100 شرکت دیگر به حیث اعضای دائمی پیش بینی گردیده است. در برآمد خویش محترم رستمی امامعلی قید نمودند که در جهان معاصر اقتصادی رقمی و اینوواسیا همچون محرک رشد استوار کشورها به حساب می رود. تاجیکستان نیز همچون عضو اقتصاد جهانی اهمیت این روندها را به حساب گرفته به مرحله نوی رشد رقمی وارد می گردد. مورد به تاکید است که با تشبث و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساحه اقتصادی رقمی به خصوص رشد اینوواسیا در کشور موقع خاصه را کسب نموده است. در برآمد خویش محترم رستمی امامعلی همچنین جهت هرچی زودتر تهیه لایحه مکتب برنامه‌سازی در پایتخت و در مدت کوتاه‌ترین بنیادی آن به مسئولین مقامات شهر دوشنبه دستور سپارش‌های مشخص دادند. قید کرده شد که در شرایط با سرعت تغییریابی جهان معاصر کشور میتواند در ردیف دولت‌های پیشرفته قرار گیرد که با رشد علم، تکنولوژی و رقمی‌سازی اداره کنی توجهی پیوسته ظاهر نموده هم ردیف زمان قدم ماند. از این رو لایحه آموزش فن ذهن صنعی در مؤسسه‌های تعلیمی که تا سال 2026 تطبیق می شود بر رشد زمینه کادری و تشکل نسل رقمی مساعدت می نماید. در این زمینه تطبیق شبکه 5G یکی از افضلیت‌های اساسی به حساب می رود و با دسترسی اینترنت و رشد خدمت‌رسانی‌های رقمی مساعدت خواهد کرد. چورابینی مذکور یکی از مهمترین رویدادها در ساحه رقمی کنونی و اینوواسیا در مملکت به حساب رفته در دایره افتتاح IT-PARK نو دوام هفته همچنین برگزار گردیدن نمایشگاه‌ها، فورum‌ها، آزمون‌ها، ماستر کلاس‌ها و مذاکرات مربوط به آینده رشد رقمی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است.